با سفرنامه اولیا چلبی به مجارستان میریم. اولیا چلبی سیاح بزرگ امپراتوری عثمانیه که در سال 1611 به دنیا میاد. او خطاط، عالم و نقاش و موسیقیدان و جنگاوره و 40 سال ممالک بسیاری رو میگرده و سفرنامه مهم خودش رو در 10 جلد مینویسه. او در سال 1663 سفری به شهرهای مختلف مجارستان داشته و توصیف خوبی در مورد شهرهای مختلف مجارستان داره. از جمله در مورد شهر پچو می‌نویسه که جوانهای اونجا اسب سوار هستند و لباس زیبا بر تن میکنند، ساز ترکی مینوازند و زبان فارسی رو میدونن و اشعار حافظ و سعدی و خیام رو میخونن و برای کارهای مهم فعال حافظ میگیرن. همچنین وامبری شرقشناس و ترکشناس بزرگ مجارستانی هم در سال 1832 در مجارستان به دنیا میاد و در 20 سالگی به چندین زبان مسلط بوده و به زبان ترکی به خصوص و فارسی و عربی و مدتی هم با لباس درویشی در کشورهای مختلف اسلامی میگرده، حتی به مکه میره، با ناصرالدین شاه هم ملاقات میکنه و ایشون بنیانگذار رشته شرق شناسی ترکی، فارسی و عربی در اروپا هست. در شهر بوداپست در سال 1865